بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. إنك مدرس خضر بعوني الله حق سبحانه وتعالى دوام دهم از ضررهای حزبگرایی بر يوكي عليه أمتي إسلامية. أظن الشيخ علامة محدث أبو عبد الرحمن يحيى ابن علي حجوري الله حق سبحانه وتعالى إن كسرى محافظة كند. ما از این کتاب بعونی الله حق سبحانه وتعالى 14 درس کردیم. 14 درس کردیم. درس امروزی ما 15 درس آنجا آغاز می‌یابد که شیخ یعنی این خاتمه شوی رساله شیخ میباشد. می‌فرماید هذا ولعله يكون إن شاء الله تكملة فيها توضيح أكثر من هذا فيما يتعلق بأضرار الحزبية وأضرار العصبية على هذه الدعوة السلفية من القرون الماضية ومن هذا القرن وفي سائر الأزمنة. يعني شاید که در اینجا انشاءالله ما همچون تکمیله، یعنی که برای با پر کردن علاوه کرده میخواهیم گوییم که یک ایضاحات میخواهیم دهم از این ایضاحات گذاشتن بیشتر در مورد اون چی که تعلق داره به ضررهای حزبگرایی و ضررهای تعصبگرایی که ضرر اینها علیه دعوت سلفیه می باشد که دعوت سلفیه از قرن این دعوت سلفیه از یعنی زمان‌های که عصرهای گذشته یا که از این عصر تعلق دارد و در دیگر یعنی که وقت و زمانها همه اینها و كلها تئن بما يحصل من هذه الأضرار التي تفرق المسلمين. خلاصه تمام این دعوت سلفیه از همون زمان پیشینه سر کرده تا یعنی که این دعوت امروزه همه از این ضررهای حزبگرایی چنان فریاد و ناله میکنند که این ضررها مسلمان ها را پاره میکند و پراکنده میکند و تفرق شملهم یک دستگی اونها را پاره میکند و تزعزع ما بینهم بین مسلمان ها را یعنی شک و شبهه و ناراحتی ها می درارد و تجعل كل واحد يشغل منصبه. که حزبگرایی یا که ضرر حزبگرایی هر یک کس را به چنین درجه می رساند که کس فقط مشغول به منصب خودش می باشد و یشتغل رتبته به مرتبه و رتبه خودش مشغول می شود و یستغل جاهه از همون منصب خودش استفاده میبرد. یستغله لنصرت فکره از منصبش استفاده برده برای نصرت و پیروزی فکر خودش کار میکند و برای حزب خودش کار میکند، برای قوم خودش کار میکند، برای قبیلهش، برای نخشتبارش. خیلی که از این حزبی ها دیده میشود. و یهتم و یظلم الاخرین، دیگرها را یعنی که در حق دیگرها ظلم میکند، ستم میکند. او یحقر الاخرین، یا دیگرها را کسانی که در حزبشان نیستند تحقیر میکنند انگه می حزبی ها و خصوص حزب نهضت اسلامی. او لا یعرف قدرا للآخرین، یا که قدر و ارزش و احترام دیگرها را نمیداند. و نبی علیه الصلاة والسلام یقول، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق این محلگراها یعنی حزبگرا و تعصبگراها چنین میفرماید که و من تعزى بعزاء الجاهلیة فاعدوه بهنی ابیه ولا تکنو. یعنی کسی با یک عرف و عادتی
گذشتگان دوران جاهلیت خود را نسبت دهد، افتخار کند به پدرهای آتش پرست و مشرکش، به گذشتگان مشرک و زردشتیش افتخار کند، فاعدوه بهن ابیه، این کلمه خیلی کلمه دشنام است، وی را دشنام دهد به اندام نهانی پدرش. فهمینه؟ یعنی که نه خب ولا تکنوا، و حتی یعنی که پوشانده گم نزنید. فهمیدید؟ بل صرحوا بآلة أبيه التي كانت سببا فيه تأديبا وتنكيلا، يعني وصراحة داشنامش دهد. ومعنى ذلك تحقير له، معناه برایش تحقیر می باشه. و یقول النبي عليه الصلاة والسلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماد که ليدعن أناس فخرهم بالآباء أو ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفع النتن بأنفها. مردم افتخار به پدرهاشان کردن را یا ترک میکنن یا در پیش الله قدرشان به مانند همون جعلان میشه. جعلان گفته اینه که گنبوسکی سرگین غلطان میگوین، گنبوسک، اون گنبوسکی که به بینیش چیکار میکنن، همون کافته گویی همون سرگین میبرارد. لا تفتخر على المستقیم بما انت فیه، بنابراین ای حزب نسبتی آن کسی که وی در راه الله هسته، اهل سنت و جماعت هسته، افتخار نکن نسبتی آن چیزی که تو خودت داری. ولا تعب بما انت فیه، قدر اهمیت نده آن عقیده و آن حزبی که تو در همون هستی. فانه زائل، این یعنی که عقیده تو، این حزبگرایی یعنی که محلگرایی تو رونده است. و انت یا ایها المسئول وفقنا الله و ایاک، تو ای مسئول، ای جوابگر، الله ما ترى یعنی که توفیق بخشد و ما ترى. سواء كنت امیرا او وزیرا، خواه تو امیر باشی خواه یعنی که وزیر باشی، انت اليوم وزیر و غدا تحت التراب، امروز تو اگر وزیر باشی پگاه در زیر خاک میشوی. یأکلک الدود، کرمها تو را میخورن. فیجب ان تحسب للوقوف بین یدی الله حسابا، باید که تو پگه در پیش الله راست استاده حساب کتاب بدهی. ولا تسلط هذه الرتبه او هذا المنصب ضد من لا ينتخبك، نباید که تو این مرتبه را یا که این منصب را ضد آن کسانی استفاده بری که وایها تو را انتخاب نکردن، او ضد من لم یکن معک، یا که ضد کسی که همراهتون نبود. فإن الامر دین، چونکه این کاری دین است. و نحن لا ندعوكم الى الديمقراطيه الكفريه، ما شما را به دموکراسی کفری دعوت نمی کنیم. التي ينادي بها الكفار، یعنی که به جانب این کافرها دعوت میکنن، فریاد میکنن کافرهای یهود و نصرانی ها. و نقول لكم، و برای شما میگیم که هي تدعوكم الى ان يقول كل انسان ما يرى، یعنی ما شما رو میگیم که دموکراسی دعوت میکند و اینکه باید هر یک انسان چی فکری که داره همان را گوید، یعنی به فکری خودش دعوت میکند. ولكن ندعوكم الى الكتاب و سنه، ولی ما باشیم شما را دعوت به کتاب الله و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم. فإن الكتاب والسنة قد ضمن الله سبحانه وتعالى فيها السعادة للبشر، السعادة للزوجين، چونکه کتاب و سنت الله سبحانه و تعالی در اینجا یعنی به عهده گرفته سعادتمندی را برای تمامی بشریت، سعادتمندی را برای زن و شوهر، یعنی که این کتاب در بر گرفته است. و سعادت للجیران، سعادتمندی برای همسایه ها. و سعادت للمأمور والامیر، سعادتمندی است در کتاب و سنت هم برای کسانی که یعنی که در زیر اطاعت یا کوگیم در زیر سرپرستی رهبر می باشند، هم سعادتمندی است برای امیرها. و سعادت للحیوانات، حتی سعادت برای سعادتمندی خوشبختی برای حیوان ها و سعادتمندی برای یعنی که حشرات ها هم هست. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ ولی سایر المخلوقات کله، و دیگر همه مخلوقات سعادتمندیشون یعنی که وابسته به چنگ زدن مردم است به کتاب و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم.
إن عمل المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشرطي كمسلمان هم بكتاب الله وبسنة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم عمل بکنند. قال عز وجل الله عز وجل میفرماید که ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. کسی یعنی که پیرو از غیر دین اسلام میکند، فهمیدید؟ یعنی جای دین اسلام دیگر دین را طلب کند، درخواست کند، از او پذیرفتن نخواهد شد و او در آخرت از جمله از گروه هلاک شوندگان خواهد شد. وقال تعالى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نیز الله سبحانه وتعالى در کتاب کریمش میفرماید افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. افمن یهدی، آیا آن کسی که هدایت میکند به حق این لایق‌تر است به پیرو شدن که باید که او را یعنی که پیروی از او اطاعت کرده شود، عبادت کرده. یعنی الله سبحانه و تعالی دعوت به حق میکند، مگر او حق بر و لایق‌تر نیست که و عبادت بکنند و اطاعتش کنند. اما لا یهدی، یا اون کسی که لا یهدی یعنی که لا یهتدی، هدایت نمی‌یابد الا ان یهدا، الا ان یهدا یعنی تا او را هدایت کرده نشود. خب وقال سبحانه وتعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خب بگو اطاعت از الله بکنید و اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکنید. فان تولوا ای فان تعرضوا، یعنی اگر شما سرپیچی کنید، اعراض کنید، فانما علیه ما حمل، یعنی که بر دوش اوست آنچه را که یعنی که به او حمل کرده شده است، به او بار کرده شده است، تبلیغ وظیفه او تبلیغ است. و علیکم ما حملتم، و به شما هم مسئولیتی آنچه که در دوش شما است، یعنی که واجب است اطاعت کردن. و این تطیعوه تهتدوا، اگر شما اطاعت از پیغمبر کنید هدایت می‌یابید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر دوش پیغمبر فقط تبلیغ آشکار است نسبت آنچه که شما را امر می‌کند. الحمد لله رب العالمین. و همینه که رساله به خاتمه رسید. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ده آخر یک سيف دیگه اومده گفته است که و هذه كلمة ملحقة بما مضى بعنوان الوسائل الخفية لضرب دعوة السلفية. ان شاء الله بعد فرصت شود میخوانمش، چون کاملا کتاب رساله در من نیست. بارك الله فيكم.